سپاهان 3-1 استقلال رو در ورزشگاه نقش جهان شکست میده، در جایگاه دوم قرار میگیره، به پلی آف نخبگان آسیا میرسه. آقا بازی رو 3-1 استقلال واگذار کرد. حس سوالتون بعد از پارسال همچین روزی باید امروز این تلافیش در میمد. اصله اصل مثل اصل شیرین بود. از برد بیشتر چسبید، از برد خیلی بیشتر. پرسپولیس نهمیه نگرفت، نرفت آسیا. بازی توانی بوده که بوده. اصلا